درود دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. قبل از پرداختن به ویدیو توجه کنید که تمام واژه‌های به کار رفته توی این ویدیو مهم و کاربردیه. پس لطفاً ویدیو رو از هیچ بخشی اسکیپ نکنید. امروز میخوام بازی Red Dead Redemption رو روی اندروید اجرا کنم و برای این کار از شبیه ساز یوزو استفاده میکنم. در واقع این شبیه ساز یکی از شبیه سازهای کنسول نینتندو سویچ روی اندرویده. خب میریم سراغ آموزش. اینجا دسترسی نوتیفیکیشن رو میدیم و میریم بخش بعدی. حالا اینجا باید فایل کیز رو بهش بدیم. فایل prod.case. حتما میپرسید این فایل چیه؟ این فایل باعث میشه بازیتون لود شه. اگه این فایل نباشه هیچ بازی لود نمیشه. اگه این فایل نباشه اصلا شبیه سازتون کار نمیکنه. در واقع این فایل بسیار مهمه. من این فایل رو از کنسول خودم استخراج کردم و به برنامه میدم. دقت کنید که اگه شما توی شبیه سازتون دیدین فایلی رو نمیاره یا فایلتون آیکون نداره و واردش که میشید خطای رمزنگاری رو میده، این به این معنی هست که فایل کیزتون مشکل داره. پس حتما این نکته رو دقت کنید که یا باید فایل کیز مناسب رو انتخاب کنید یا اگه فایل کیزتون مناسبه ببینید براش آپدیت اومده یا نه که اونو آپدیت کنید، چون کنسول نینتندو سویچ همچنان توی این تاریخ زنده است و واسهش بازی ریلیز میشه، مثل همین Red Dead Redemption که یه هفته دو هفته پیش ریلیز شد. خب حالا میریم مرحله بعدی. اینجا ما باید پوشه بازی ها رو انتخاب کنیم. هر بازی که میریزیم و توی این پوشه باید بریزیم، چون این شبیه ساز جوری نیست که بیاد کل پوشیتون رو بگرده که بازی ها رو پیدا کنه و ما براش یه پوشه انتخاب میکنیم، توش بازی ها رو میریزیم. هر بازی که جدید هم ریختیم توی این پوشه انتقال میدیم، بعدش هم توی برنامه لود میشه. یعنی نیاز به هیچ زحمت دیگه ای نیست، فقط شما یه بار این پوشه رو معرفی میکنید و کارتون باهاش تموم. من این پوشه رو به برنامه معرفی میکنم و میرم مرحله بعد. تموم. تقریبا کارمون تمومه. میتونیم اینجا گیما رو بیاریم بازی کنیم، اما کار ما با این بازی تموم نشده، چون ما باید بریم توی تنظیمات و یه سری تغییرات رو انجام بدیم که بازی به راحتی واسمون اجرا بشه و مشکلاتمون کمتر بشه. اول میریم توی بخش جنرال که مال بخش ادوانس ستینگز هستش و میریم CPU accuracy رو میذاریم روی حالت accurate. برمیگردیم بخش سیستم، چیز خاصی رو نباید تغییر بدیم. حالت دارک مود برای افزایش رزولوشن مربوط به کنسول نینتندو سویچه، ولی ما دستش نمیزنیم چون این بازی به حد کافی سنگین هستش و ما نیازی بهش نداریم. گوشی ما هم زیاد قوی نیستش که بتونه روی آخرین رزولوشن بازی نینتندو سویچ رو اجرا کنه، پس به این بخش دست نمیزنیم. همچنین این شبیه ساز بهینه‌ای نیستش. مصرف رمش به شدت بالاست، مصرف منابعش به شدت بالاست. این بازی هم حداقل 8 گیگ رم میخواد. اگه گوشیتون رمش 6 گیگه این بازی رو نصب نکنید که بی‌فایده است و همون اول بازی کرش میکنید. میریم توی بخش گرافیک و اکیوریسی لول رو میذاریم روی های. بخش رزولوشن روی پایین ترین حالت میذاریم. بقیه موارد رو دست نمیزنیم. دیسک شدر رو آف میکنیم. مکسیموم کلاکس رو آن میکنیم اگر سی پی یوتون اسنپ دراگونه. سی پی یو های اگزینوس و تنسور و مدیاتک نمیتونن این قسمت رو آف کنن، این فقط واسه سی پی یو های اسنپ دراگونه. خب میریم سراغ بقیه موارد. اینجا چیز دیگه رو نیاز نیست آن کنیم. میریم به بخش صدا اوکیه، چیزی رو دست نمیزنیم. بخش دیباگ چیزی رو دست نمیزنیم. الان همه چیز اوکیه توی بخش ادوانس ستینگز. میایم حالا اینجا بهش جی پی یو درایور رو میدیم. این هم خیلی مهمه چون جی پی یو درایور دیفالت گوشی گلیچ گرافیک برای من. اگر گوشیتون از گوشی من مدل بالاتره تست کنید. اگه گلیچ نبود نیاز نیست جی پی یو درایور نصب کنید. اگه گلیچ بود این جی پی یو درایوری که من توی گروه تلگرام قرار دادم رو دانلود کنید. میتونید از اونجا دانلودش کنید خیلی راحت و استفادهش کنید.
همچنین میتونید توی اینترنت بگردید جی پی درایورهای دیگر رو تست کنید. من که تست کردم فعلا این بهترینشون بوده. مشکلاتش نسبت به بقیه کمتر بوده و فریم ریت بیشتری هم میداد. به بقیه جاها کاری نداریم چون چیز خاصی برای این بازی نداره. بقیه مواردم توی ویدیوهای آینده احتمالاً بهتون آموزش بدم. دوباره تکرار کنم این شبیه ساز بهینه‌ای نیستش. برای کارهای حرفه‌ای‌تر ما در ویدیوهای آینده میریم روی شبیه ساز XNS که هم فریم ریت بهتری میده، هم گرافیکش خیلی بهتره و هم که بحث مدیریت منابع و مدیریت رم خیلی 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 از این بهتره. من این شبیه ساز رو انتخاب کردم که چون میخوام اولین ویدیوم باشه که به شما چنین آموزشی میدم، خواستم راحت تر باشه کارمون و شما هم یه آشنایی جزئی با دنیای شبیه سازی نینتندو سویچ داشته باشید. خب میریم سراغ بازی. قبل از اینکه بازی استارت شه من فریم ریت رو از این قسمت واسهتون فعال کنم. خب میبینید که بازی لود شد. فوراً میریم توی بازی. یک نکته در رابطه با این بازی اینه که این بازی مکس فریم ریتش 30 FPS، یعنی شما بیشتر از 30 فریم بر ثانیه نمیتونید بگیرید. پس بی خودی دنبال 60 فریمی این بازی نگردید. مکس فریم ریتش 30 FPS. خب بریم سراغ بازی. من نمیخوام وقتتون رو بگیرم، این اینترو بازی بود. بریم یه کوچولو توش راه بریم ببینیم چجوریه، چقدر لگ داره. بعدش توی شبیه سازای دیگه یکم بیشتر باش برمیریم، تنظیماتش رو چک میکنیم. بله میبینید که مکس فریم ریتمون 15 FPS. روی این شبیه ساز زیاد قابل بازی نیستش. خب ببینید یه سری گلیچ هم داره همین گرافیک. ببینید مثلا وقتی که میدوی این اطراف گلیچ میشه. ولی خب به عنوان یه بازی سطح بالا روی اندروید قابل چشم پوشیه. مهم اصل بازی. خیلی ممنون که ویدیو رو نگاه کردید و چیز دیگه ای نیست. بدرود.